یه روز بارتانیک به معلمش میگه خانم معلم من شما رو خیلی دوست دارم، میشه امشب بیام خونه شما؟ این حرفا چیه؟ این به حرکت زشت بی خود حرف میزنه. خواهش میکنم چی میشه امشب بیام پهلوی شما؟ معلم میبینه پسر خیلی میگه خیلی خوب بیا امشب اینجا. میاد جا میندازه برای بارتانیک اون طرفتر بخوابه. یه ذره میگذره بارتانیک میگه خانم معلم من هر شب پهلوی مامانم میخوابم، من نمیتونم تنهایی بخوابم، من خوابم میبره. این چه عادتهای زشتیه، یعنی چه مادر چه چیزایی به خود بهت یاد داده. میگه چه کار کنم خیلی دلم میخواد. میگه خیلی خوب بیا پهلوی من بخواب. یه ذره میگذره میگه خانم معلم من هر شب که پهلوی مامانم میخوابم انگشتمو میکنم تو ناف مامانم. میگه ای بابا اصلا چه معنی داره بچه گنده این حرفا رو میزنه؟ یعنی چه؟ میگه خواهش میکنم من نمیتونم بخوابم، من تا انگشتمو نذارم رو ناف مامانم نمیتونم بخوابم. یه ذره زار گریه میکنه. من میگه خیلی خوب بیا. دراز میکشه میگه اینم ناف من اینم انگشت تو. یه ذره میگذره معلم میگه بارتانیک. میگه بله خانم معلم. میگه تو میدونی اون جایی که دست تو گذاشتی ناف من نیست؟ میگه بله خانم بله میدونم، اونم که من گذاشتم انگشتم نیست.